ویکتور احمدی هستم. روز جهانی 8 مارچ به تمام کسانی که خواستار حقوق برابری جنسی در مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و شخصی برای زنان تلاش کردن و مبارزه کردن تبریک عرض میکنم. تنها آرزویم در سال جدید برای تمام دختران و زنان افغانستان راه آزادی و بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها هست. امیدوارم که در سال آینده بتوانیم دست در دست همدیگه دوباره پیروز بشیم بر جهل و درهای مکاتب و دانشگاه ها بر روی دختران باز بشه. با امید آن روز.